костюму бурукша мебини, брутоша мебини, меги кадом министрай. Яки кисташ агом дирам пул надора. бахшиш барои ҳар як сония ва ҳар як дақиқа ва ҳар як соати дер кардагим замаҷон. ҳамин ҳоли бепул ҳамун якӣ дар корай? чуноне ки мегӯянд дар ҳар як кор ҳикмате ҳаст. албатта ягон ҳикмате дорад ин кор. дар нақшҳо тӯҳфанисо ғуломова, раҷабалӣ ибронӣ, манзура саидова, далер мирхонов, муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ, наворбардор шаҳзод ҷабборов. соат 12 шуд. марда куҷо шудам боз? бо ҳамо кору ҳамо аҳвол кай бас мекунам? Абонент занят. Привет. мебинам мекушам. Абонент занят. чӣ кор кунам? омадин мардак? омадам. салом. салом. чӯхай? дер омаден. соат 3 шуд. дер омадам. занак бахшиш зиёд барои дер кардан, бахшиш барои напарсидан, бахшиш ки ма напарсидем ки хати рафиқо имшав шабнишинӣ дорем. якҷо бояд маслиҳат кунем, маслиҳати дӯстона. бахшиш барои ҳар як сония ва ҳар як дақиқа ва ҳар як соати дер кардагим замаҷон. айс пас на кӯшиш мекунем ки айту набапарсам. кӯшиш мекунем ки беиҷозакта ягон ҷо нарам. эй тарта мардо, ман бояд ати ҳисобот бутам. не мардак, охи дер карден, занг задам, телефона куштен, хотир шудам. ақалан хабар медоден. ай телефони май бихоҳам телефонта мебардорам, ҷавоб метам. бихоҳам намебардорам, бихоҳам мекушамаш. мо гуфора медонем чӣ кор мекунем? 4 лит мекунам. ин кори май. фаҳмидӣ? барои ҳамин мара хеле нагӯ ки ту дер кардӣ, дер омадӣ. ман ҳама чиро муайё кардам, ҳама чӣ мераста, хона дорӣ, дар дорӣ, тамоми чиз дорӣ. тамом? майлаш хоб, асабӣ нашавед. шумо гузаришнен гӯшнаен сирен. бир. ман ҳам қасери ҳастам ки бо вақти ягон чӣ намепурдам. миём мебинам иштиён мегирезам. шуд сирен. بکشم و تلویزیون تا مرا غمگین مشغول در جیگانی یه روزه میروم به من بمانی تو به من جانی شیری خر گردی لیلا من هر یک تاری مویم زار گردی لیلا انتظار میشه میام پیشت. آه مردک کجا میره؟ من صبحانه تیار کردم. گویا که یکم برای مرا میبینی زنک کار رویمه. کار میرم کجا میرم؟ آخی میدونم کار میروینی که 0 ساعت 6 9 7 شده است. شما ساعت 8 کار میرفتین. اما سحر میگه آدم وقتی که بر وقت خیزه کار بوده با فیض برکتش دیگه. برای من ساعت 6 خیسته کار رفتستم که مقصد کارم دا برار شوه. یگون چی نمیخوره؟
سانا جون که خودت بخواه آشچا باشتی ها من میرم کردم بچم خطی بچه هم بخواه مایل مردک جان یک دقیقه مایل مردک جان بگه ای کار که اومدین میورین بگه خونمون اچم شما کم شما میاید آخی زود روزی من که اوچه چون میرن خونه میرن زود روز داری امروز خیلی مبارک شود خداوندم رید روز تا تنیسیت تا دلی بیغم وقتی خش همیشه موفق باشی کامیاب باشی و نیکی کم مرا بپرسی که کی اومای دیر اومای گجوده بدی خواه شیدم فهمیدی؟ خداوندم رید روز بدم رید روزی بیغم مورا غم نتی چه نیو؟ چکا کنم میورا؟ ای کار که اومدین بیاره ای کار اومدم بیارم ها؟ با چکا کنم؟ اگه سپورشی دیگه هسته؟ نه نداری اگه سپورشی دیگه؟ همه میره بخرم این های واتساپ زیر اکران بدار دیدین حمید حاضر رکک می نویسین اینو دودرکتون رجب علی برونی و صاحب 50 سومونی میشین یعنی چخیل خواهران مادران و پجونکای ما دیگه شرط نیست از خونه برویم بیرون برین کار کنین در گرمی و سردی خودتون خسته کنین شما میتونید در خونه بشینین کودکاتون رو نگاه کنین کار بری خونه را کنین و هر ماه 3000 تا 15000 سومونی پول به دست بیارین یعنی چخیل شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاره فراهم آورده که شما را این همی اپای گلنورا بانو دایرکت شرکت فابریک در خونه نشسته کارتون یاد میتم میفهمونه توسط هم تلفن موبیلیتون و شما هر ماه میتونید که 3000 تا 15000 سومونی پول به دست بیارین برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست یگان کسی یگان دیرم نمیتین التماس نمیکنین دانشجو دخترکا 100% شما میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی کار میکنین شما هم 100% میتونین که 2 ساعت 3 ساعت وقتتون صرف کنین و تا 15000 سومون هر ماه معاش بگیرین یعنی همین اپاجانی ما گلنورا دا دایرکت شرکت فابریک در مراجعت میکنین اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونه و نگفتن همون وقتی در شرکت فابریک کار میکنین 2 ماه دایرکت شرکت فابریک میشین در این حالت 20000 سومونی از جانب شرکت شما را توفه میته این چونین یک چله طلای دیگه از جانب دایرکترتون اپای گلنورا جان صاحب میشه در شرکت فابریک کار کردن چه خوبی‌ها داره 21 روز پس معاش میگیرین غیر معاش هر ماه توفه میگیرین غیر توفه وقتی شما در شرکت فابریک کار میکنین با برای تولد هر یک فرزندتون 10800 سومونی دیگه تون میتن برای همین حاضر حرکت کنین بنویسین در واتساپ یا پجانی ما کار آغاز کنین و صاحب 50 سومونی هم بشین نه نداری اگه سپورشی دیگه همه میره بخرم تو خودت نه از میدونی که من هر وقتی که معاش میگیرم پولت میتم که دیگه مرا فرمایش نتی دیگه ما دست پیسکه نتی که من تو در هرچی بخرم بیارم خواه پول داری چیزی که در کارتای برای بخر بگی بیا فهمیدی؟ چیزی در کارتای برای بخر بگی بیا ما 1000 کار بار داریم ممکن که من امشب ساعت 2 بیام ممکن که 3 روز نیام یک بارگه مبارک شوه زود روزت 500 ساله شوی خوش آمدین نوچه جان شوهرت کنه کار در نوچه جان خیلی نخوادی که در همین روزی زود روز هم کار باشه خیلی روزی زود روزی تو یه روز کار نمیرفت هیچ گپ نمیشد دیگه میگه همه کار در همین سر شوهری تو مانده یک روز نروه دیگه تمام همه کارا مختم میشه خیلی یه روز هم مثل تو زود روز داری توی خرسان میکرد میاین هیچی تیاری ندیدی یک طور بردی چی نخریده این چی گپه خیلی زود روزه این خرچه جان یکون کادر شگی سخید دیگه پشتی میگیری تمام همین مردک باید پشتی مردک گیره خیلی همین زنه کم حق دور از این روزی زود روزی زنش هم یه روز در خونه نمیشه که تمام هیچی گپ نمیشه دیگه همه کارگاری دیگه می تمام میکار با همین از نیت مونده دیگه عصبی نشوی نوچه جان گیره دمتون نشوی شب هردی خلاص میشی که بلا خلاص میشی خیلی بگه خرید پرید که گیر بیا که بگه خواهرات با می بیاین اولی چی بیارم؟ خر بیا تورت بیا گوشت همه چه خرید کن گیر بیا ما پدرکای میخواستم گیشه گیرتم سکچکه
مالش همین قساله شوی تو کار میکنه همون چیزی که عروسیت گرفتیم همون چی ایستاده هیچ دیگر نشده کاستیوم بروکش هم میبینی بروتاش هم میبینی میگی کدام مینیستره یکی کیسهش اگام دیرم پول نداره که گفتیم همین دفتر شومیتی خلاص میشه که بلا با همین درد سری خودت میشه کاش که شو نمیدادم همین اول ماده معقول نبودو همین خدا گیرمی اتتکی چقرتر روه بچه زوره معلومه که آدمگری داره خاک داره آدمگری نه گوش که خیلی مرا همه چیزی باشم تلفن دا بگو حل میکنیم خیلی برادر جون کار تلفنی نیست پیش صحبت کنیم خوبترش آخی جورا جون حال اینا من کار دارم اینا حال برآمدن رفتنم در کاره بعد همین چیزی باشه گفتم بگید بگو همین شید میگم میشه نشید آخی هیچ گپ نه اکای دلیر جون من 5 دقیقه وقت میگیرم زیاد وقت نمیگیرم التماس پیش صحبت کنیم کاری مهمه یکا نباشه گوش که بازی من نه تگ خونه دم اومدگیم اما ماشینم گرم کردگی نیستم اینا تو ماشین گرم کردن ما بخیر بیا خب بله این باور کن یک سلام علیکم چیزا جوش خبر نمیدونم سلام علیکم سلام علیکم چی رجب جون ساستیش اومد بیرا چی حال داری اکا میشه شکر نه ماشین اکی گرم کردم گفتم میرم اینمی کدوم راستی از همین اویناشه گودکوی وایده بیسر چه دیگه چیکار کردی که قبلا راستی گپ اکا که گفتم پیش صحبت کنیم سبب همی که دینا یک صدمه در دوچار شدیم یک صدمه یک صبر کرده همین یک ماشین زدیم یک 10-15 هزار تومان واری ضرر رسونده بچه احتیاط شدن بکنی خیلی زیاد باز یمی راهب نده ماشین بسیار احتیاط شد خلاصه با همین خاطر پیش خدمت اومدم که اکا همه در دوستای نزدیک برادرای نزدیک شمای وابسته به امکانیت 5000 10,000 میدوشن قرض میدادن من همین یه ماه 2 ماه ده حتما پول کنم میگردونم میدونی چی رجب علی نمی سهر گفتیم که همین زنگت میزنم و اخیرت پول میکرسم برای که این ای حجت های ماشین تمام شده اگه کدام یک دیده مشکلات دیگه داشتیم از 3-4 سمود رسپوت کردیم ولی با خانه دا همین مشکلات های زندگی باور کنی توقعت کردیم هر چی گفته استن این ای خانه دا اینه میرسه اونه میرسه برای هم پول نیست اگه گفتیم یک 3-4 سم خودت بگیریم که با خودت پیش ما اومده بقرض حیرانم دیگه چیکار کنیم بخدا برای همین بخشش خجورا قبول اکا امکانی نباشه هیچ گپ نداره اکا میفهم نه من هیچ گپ خب اکا خداوند گپ من هیچ گپ نیست های بیر خونه بیر مالی ما دیگه من خب این بو میرسه سلام علیکم شدی سازی اکا خوبی سلامت اخبار اکا ما این مسئله رسران ندیدیم اخی همه تشکیلی رو جا ستویزه کدگیم تا شیری مرغ هست نمیریم خیلی اکا جا گوش که شدی جون من هم یه ساعتی شما را انتظارم همه جمع شدگی ما هم یه ساعتی شما را منتظرم رفتیم خیلی اومدیم اخی اکا رفتن دا میریم همه اکا را جوالی 1 ساعت از انزیس هم نورداشتی سا چی خیلیش میکنیم اکا را جوالی دا چیکو میکنی اون همین روز اومده من میگه کی من صدمه کردم من در پول در کوره خب پل خرزم به تی خیلی و جون همون را درد سر کجا میبره اکا را جوالی دا وقتی برگی دا کسیش پل بجوغی همین حالی بی پل همون دیگه کی در کوره حالی میره وقتی با پرداختی همون اوشخونه دا بود پل ندارم با دوستاش هم تری کدگی برای همون بگوش که خپ دم میزنه میریم خیلی توکلش با خدا چیزی باشه نباشه بیا بریم که من مود هم کش نگیده رفتیم سلام اردک سلام مرک چا بیارم مالی ساعتم
ای خدا. لبه. سلام علیکم. سلام علیکم. ای بچه تو کجا شدی؟ ماشین از تو خونه آوردی گرفتی چا کردی ای بچه؟ نه اکا ما ماشین شما رو اکا استو دست کوریدم. راستی پول کوی اومدم همه یاد رفیق ما پرسیدم نداشته دستم انشالله حرکت میکنم همه یاد روزا در اکا گفتم که دسته روزا انشالله که حل میکنیم. من نمیدونم من کجا میبینم یا کاراش کارا بود که گام دنیا با فکر بخنا نکنی که من پاسپورت تو را صورت میسازی. اکا جان باز این دور زمان گریختن دور زمانی نیست که چیزی یک از ضرر برسونی جبران نکنی اکا. من گفتم که اکا چی ضرره که اجانی برستگی اکا حتما جبران میکنم. فقط اکا خویش دست 3 روز اکا جان مرا مهلت بده که ما همین کار اکا حل کنم. فهمیدم نصیحت دینا بس کنیم و از کار شما پولا بیا و ماشین اساس کنیم. نه شک خوب. چیگاه مردک کنسترین تو نیست؟ همه خوبه زنگه اون کامدی نیست. من شما رو میشناسم که چیگاه پیش دگی؟ چیگاه؟ گفتیستم که همه خوبه یگون چی نیست هم ترک سرم درد. نه مردک گپ زنی من گوش میکنم. نسترین تو نیست. میدونی زنک دین همه خونه اومده نتونستم راستی گپ صدمه کردن. چی؟ خوبین خودم خدا را شکر که خوبم. یگون آدم ضرر دیدگی نیسته. نه خودم نه یگون رفیقم اون من یگون که ضرر دیدگی نیسته. فقط ماشین رو ضرر دیدگی هم. صدمه هم با عیبی مشید. من ماشین یک نفر دیگه ده رشت بر اومدم زدم. یک 10-15 هزار تومانی خراجات داره فقط ماشین همون نفر. سیغ نشوین مردک. چون که میگوین در هر یک کار حکمتی هست. البته نگاه حکمتی دارد این کار. یک دقیقه معذر. ششتی مردک. روزم سیخ نشوید مردک. همش خوب می شود. زنک زیغ نوشیده نمیشه با این پیشترک سویبی هم ماشین زنده ده 3 روز مهلت میگه. ده 3 روز میگه اگر ضرر دودک تجربه کنی ماشین تعمیر کنی برقرار کنی خوب تعمیر کنی کنی میرم ای بلوت عریضه میکنم میگه. راستی که نمیدونم حیران موندم زنک. مردک جان بگه اکام شما چم شما آمدن برای زادروزم همه گردن بند را توفه کردن. میدونم پره قرض شما رو داده نمی شود ولی اگر فروش 10,000 سوم می شود اقلا 50% قرضتون رو می دهید. گیرید مردک. نه زنک من حرکت میکنم. من مردم مشکلی خودم حل میکنم. مشکلی شما مشکلی من است مردک. وقتی در یک جا زندگی میکنیم من و تو نیموییم. غم شما غم من شادی شما شادی من است. گیرید مردک جان نمیخوام که ناراحت باشین. ناراحتی شما ناراحتی من است. میدونی زنک جان من همه وقت رفیق میگفتم دوست میگفتم برادر جوره میگفتم. نه که امروز فهمیدم که در این لحظه پستی بهترین رفیقی من بهترین دوستی من بهترین نفری که همه وقت در پستی و بلندی زندگی در بری من ایشون میزنم. میدونی زنک جان
من خداوند هزاران بار شکرانه میکنم. من خوشبخت‌ترین مرد دنیایم که با مثل تو زن مهربان و غمخوار با صبر در برم دارم. رجب علی ایبرانی